ای ملتی صاحب کرام در سحن مؤسسه دولتی کتابخانه عمومی ولایتی به نام شمس‌الدین شاهین مرکز ولایت شهر باختر کاروان معرفت را که در هیئت آن معاون اول رئیس اتفاق نویسندگان تاجیکستان عطا میرخواجه شاعر خلقی تاجیکستان، عبدالحمید صمد نویسنده خلقی تاجیکستان و یک گروه ادیبان اهل قلم رهبران و مسئولین نشریه‌های اتفاق نویسندگان تاجیکستان شامل بودند صمیمانه استقبال نمودند. از نمایشگاه کتاب‌های تازه نشر ادیبان تاجیک بازدید به عمل آورده اقدام رئیس ولایت خزدان دولتعلی سعید را در باب اعلان گردیدن سال 2025 سال فرهنگ کتابخوانی صمیمانه پذیرایی کردند. از طرف اتفاق نویسندگان آغاز سال تشکیل کردن حرکت کاروان کتاب از طرف ناشران بسیار خوش پذیرفته شد و اولین شده نشریات ما برای همکاری برای یکجایی نقشه یکجایی کشیدن و اتفاق نویسندگان جمهوری تاجیکستان مراجعت کردیم. این است که تا امروز و ترتیب و نقشه کاروان کتاب در تمام جمهوری روی کار آمد و این است که تا امروز باید که تا آخر سال باید که طبق روی خط کاروان کتاب کاروان معرفت باید که 200 نامگاه روی کتاب با تعداد هر کدام 500 نسخه چاپ شود. تا امروز 120 نامگاه کتاب های تازه نشر به نشریات وارد شدند که خوشبختانه 18 نامگاه الکی با تعداد هر کدام از 500 تا 1000 نسخه روی چاپ آمد. سپس در تالار مؤسسه دولتی کتابخانه عمومی ولایتی به نام شمس‌الدین شاهین ولایت خزدان کنفرانسی ادبی برگزار شد که در آن ادیبان، دانشجویان، دوستداران کلام بده شرکت ورزیدند. هدف ترغیب سیاست فرهنگ پرورانه حکومت جمهوری تاجیکستان، ترغیب کتاب، کتابخوانی و روی جانب کتاب آوردن بود. ادیبان دوست داشته مردم اطراف این سیاست نقش کتاب در تربیت معنوی انسان، برگزاری آزمون جمهوری فروغ صبحی دانایی کتاب است. عملی گردانی اقدام‌های پرزیدنت مملکت در این باب حرف زده تاکید داشتند که ملت تاجیک صاحب تمدن، صاحب معرفت و کتابدار و کتابخوان بود. همچنین اطراف چاپ اثرها اندیشه بیان گردید. یک جای با اتفاق نویسندگان جمهوری تاجیکستان امروز ما یک نقشه نشری ادبیات بدیهی را تشکیل کردیم که برای همکاری کردن با تمام کتابخانه‌های شهر و ناحیه‌ها الکی ارسال کرده شد و کتاب‌ها هم از جهت خصوصیت‌های تکنیکی یعنی که پلیگرافی، هم از جهت نرخ و هم تمام آن چیزهایی که طلب کرده می شود از روی طلبات کتابخانه‌ها با آنها پیشنهاد کرده شد. ادامه صحبت و همایش فرهنگی اهل کاروان معرفت در تالار کالج دولتی طبی شهر باختر به دل دوستداران کلام بده دانشجویان که طبیبان آینده خواهند بود یک جهان غذای معنوی بخشید. تاکید گردید که طبیب باید پیش از همه با سخن و زبان خوش به دردمندان شفای کامل بخشد. سرچشمه سخن، معنویات، اخلاق و آداب، معاشرت و معامله نیک از کتاب است. از این نگاه ادیبان تاکید داشتند که نسل آینده ساز ملت به معنای تام رو جانب کتاب بیارد و آثار بیگزند ادیبان کلاسیک و معاصر و پیوسته آموخته دانش خویش را صیقل دهد. در اساس رونمایی کتاب آذر سلیم بهار گل بشماریم، من گمان میکنم که چنین همایش و چنین کارها باعث باز هم رفعت پیدا کردن و باعث بلند برداشتن سطح دانش و معرفت بینندگان و دانشجویان و آنهایی که به کتابخانه میل و رغبت دارند میگردد و باور دارم که اگر چنین همایش ها باز هم بسیارتر شود در سطح معرفتی مردم یک سهم ارزنده خواهد گذاشت. واقعا برگزاری چاره‌بینی فرهنگی کاروان معرفت با اشتراک ادیبان شناخته جمهوری و بلند برداشتن سطح معرفتی هموطنان رو جانب کتاب آوردن قشرهای گوناگون جامعه زمینه مساعد فراهم می‌آورد. سید زاده شیرعلی، عبدالقهار همراخان زاده، نمازعلی ارگش، شهر باختر، اخبار.